شله زرد. در این ویدیو طرز تهیه شله زرد فوری مرحله به مرحله به شما نشان داده خواهد شد. شله زرد مخلوطی از آرد برنج، شکر، گلاب و زعفران می باشد. امیدوارم که این ویدیو مورد توجه شما قرار بگیرد و از این دسر لذت ببرید. نوشه جان، شله زرد. سلام به همگی، روزتون بخیر. امیدوارم که خوب باشین. با آشپزخونه فرضی خوش اومدین. توی این ویدیو طرز تهیه شله زرد برداشت. شله زرد به دو طریق درست میشه. یکی با برنج درسته تقریبا درست میشه و یکی هم که به طریقی که من درست میکنم با آرد برنج که خیلی سریعه و به اصطلاح 5 دقیقه 10 دقیقه درست میشه و به نظر من مزه‌ش هم خیلی خوشمزه. مرحله طرز درست کردنشو به شما نشون میدم. موادی که برای تهیه شله زرد لازم دارین: آرد برنج، زعفرون که من اینجا به صورت آب کرده قبلا درست کردم و خلال پسته، خلال بادوم، شکر و گلاب. 1 کاپ آب توی یه قابلمه میریزیم و بعد آردتونم توی قابلمه میریزیم. همونطور که میبینیم من این آرد درستم توی این قابلمه. حالا این قابلمه رو سر چراغ میذاریم. حالا با این به اصطلاح قاشقی که برای قابلمه نچسبه من استفاده کردم و اینو مدام هم میزنیم برای اینکه هم ته نگیره همین که گوله نشه. مدت جوش آمدن این محلول بستگی به مقدار موادی داره که شما برای این شله زرد استفاده میکنید. حالا شکرتون رو به این اضافه میکنین. حالا گلابتون رو اضافه میکنین. این دیگه یواش یواش داره حاضر میشه. من زیرش رو کم کردم. حالا من بادوم رو اضافه میکنم و زعفرونم من بهش اضافه میکنم. ولی رنگ این باز بستگی به نظر خودتون. که توی میریزین معمولا باید بادوم بوداده باشه برای اینکه خوش طعم‌تر میشه. حالا این دیگه حاضر شده. حالا شله زرد رو وقتی که داغه باید توی ظرف بریزین که شکل بگیره، چون وقتی که سرد میشه بلافاصله میبنده. حالا اینو یکم روش من دارچین میزنم. حالا میتونین هر شکلی که میخواین بدین. بعضیا شکل گل و بته و چیزا درست میکنن و روش هم یک کمی پسته خرد شده میریزیم. خیلی خوب، شله زرد ما دیگه آماده شد. همونطور که میبینین خوشاب و رنگ و 5 دقیقه بیشتر طول نکشید. امیدوارم که درست کنین و ازش لذت ببرین. نوشه جان.